در زندگی هر چیزی که از دست می‌دهی در واقعیت از دست دادن یا باختن نیست. اکثر اوقات زندگی در حال محافظت است. اگر عمیق‌تر فکر کنی، دنیا هیچ وقت در ضد تو نیست، بلکه تو را راهنمایی می‌کند. اینها 7 نشانه است که نشان می‌دهد زندگی حتی وقتی درد و سختی دارد، از تو محافظت می‌کند. اول، بعضی آدم‌ها کم کم از زندگیت دور می‌شوند. گفتگوها تغییر می‌کند و فاصله بیشتر می‌شود. این رد شدن نیست، بلکه هدایت شدن به مسیر جدید است. قرار نیست هر کس و بی کس همراه تو تا آخر راه بیایند. دوم، پایان‌های ناگهانی باعث رشد تو می‌شوند. بعضی درها بدون هشدار و دفعتاً بسته می‌شوند. این به این معنی نیست تو شکست خوردی، بلکه به مسیر قوی‌تری هدایت شدی. سوم، حس می‌کنی خیلی تنها شدی. در این حالت زندگی گیج کننده و همه چیز نامطمئن به نظر می‌رسد، اما در حقیقت خود را برای تغییر بزرگی آماده می‌کند. چهارم، بعضی واقعات خود را چند بار تکرار می‌کنند. موقعیت‌های مشابه بارها برمیگردند، نه برای تنبیه و جزا دادن، بلکه برای آموزش، تا زمانی که عقل جای واکنش‌های عاجلانه و پشیمان کننده را بگیرد. پنجم، بیشتر به حس درونیت اعتماد می‌کنی تا به سر و صدای اطراف. آن صدای آرام درونت تصادفی نیست، بلکه نوعی راهنمایی است. ششم، دردهایت کم کم معنا پیدا می‌کنند. سختی‌هایی که قبلاً تو را می‌شکستند، حالا مثل تمرین و تجربه به نظر می‌رسند. هفتم، وقتی به گذشته نگاه می‌کنی، همه چیز به هم وصل می‌شوند. هر آن چیزی که فکر می‌کردی از دست رفته، در حقیقت تو را یک قدم به آرامش، هدف و نگاه شفاف نزدیکتر کرده است. پس چیزی که فکر می‌کردی از دست دادن است، در واقع محافظت بود. چیزی که فکر می‌کردی تأخیر است، در واقع آمادگی بود. به این روند اعتماد کن، چون گاهی زندگی با گرفتن بعضی چیزها تو را نجات می‌دهد. اگر چنین چیزی را در زندگیت تجربه کرده ای، بنویس تشکر زندگی.